ماشاءالله. یعنی امروز که الحمدلله این اطفال ما، این اولادهای ما که در دین تربیت میابن، شما ببینید که اکثر طفلهای کافرها و طفلهای منافقا و طفلهای چیزها همش دارن فقط در همون گیم و در همون بازی های تلفنی و به همونا مصروف هستن. نه الله را میشناسن، نه دین را میشناسن، نه پیغمبرشون را میشناسن. الحمدلله که امروز این اولادهای ما دارن الحمدلله یعنی توحید فهمیدن، الحمدلله الله و رسولش شناختن، جهاد الحمدلله محبت به جهاد دارن. این همش چیست؟ یعنی این همش الحمدلله تربیه پدر و مادر و تربیه اساتید است که الحمدلله که اینها را درس میتن، اینها را در گوش اینها جهاد فی سبیل الله را میگن، توحید میگن. الحمدلله که امروز اولادهای ما و شما به توحید و بر این چیز بزرگ میشن. یعنی این مردم کافر فکر میکنن که همین دنیا را کنترل کردن فقط به چی هستی؟ به علم همین کافر هستی. بچه من بانم که دکتر بشه، بچه من بانم که کیگبه بشه، بچه من بانم که برم بانمش در اینستیتوتا بخونه و یک فیس بی بشه، نمیفهمم این بشه ژان کلود بشه. اعوذ بالله. یعنی آیا رسول الله صلی الله علیه و سلم که کافرها از یک ماه را از رسول الله صلی الله علیه و سلم میترسیدن، آیا او چیز بود؟ یکم مدرسه خوانده بود؟ نه، او امی بود، خوندن نوشتن نمیتونست. لکن الله سبحانه و تعالی او را سبحان الله رحمت للعالمین قرار داد. بهترین پیغمبر، بهترین سیاستمدار، بهترین قماندان جنگی، بهترین یعنی ترتیب کننده خلافت. الله اکبر. یا ابوبکر و عمر و عثمان و علی، تمام اون مجاهدینی که اون صحابیای اون خلفایی که اونها یکم پانتون خوندگی نبودن، یکم اینستیتوت خوندگی نبودن. الحمدلله همین قرآن خودش یک اینستیتوت است، همین قرآن خودش یک دستور است، همین قرآن برای ما و شما سیاست، تمام چیز در داخل قرآن هست. اگر میخواهی که فرزندت این دنیا آخرت سربلند و بهترین انسان باشد، قرآن با آموزشون. این کافرها امروز باید تو انگلیسی گپ بزنی. اعوذ بالله. زبانی بوش، ما به زبانی بوش چیز نداریم، لکن تو اول زبانی قرآن به بچت یاد بده، تو اول زبان رسول الله صلی الله علیه وسلم به بچت یاد بده. وقتی که ایرا خوب یاد گرفت با مشکل ندارد، زبانی روسیش یاد میتی، زبانی چیناییش یاد میتی، یا زبانی بوشش یاد میتی، با مشکل ندارد. چرا؟ وقتی که تو ایرا تعلیم دین دادی، وقتی که ایرا در توحید و در جهاد آماده کردی، بعد دیگه زبانا رو یادش بده که مثال دعوت بکنن در راه دین الله سبحانه و تعالی. مانند اکثر علمای این دولت الاسلام که سبحان الله، مانند شیخ اولقی. ببینید شیخ اولقی ماشاءالله 100% انگلیسی گپ میزد. یا اکثر اون داعیه که از همون چیزها آمده بودن انگلیسی گپ میزدن یا فرانسوی گپ میزدن، با تمام زبانها دعوت داشت. الحمدلله این چیزی ما و شما برادر به خاطر بارک الله فیکم. یعنی اول باید ما اولادهای خود را توحید بآموزیم، قرآن اینا را کاری بکنیم که حفظ بکنن، تجوید قرآن و جهاد و همه این چیزها را باید به اولادا بآموزیمشون. کاری نکنیمشون که اینا بزدل بشن، کاری نکنیمشون که اینا منکرین جهاد بشن، کاری نکنیم که اینها را بترسونیم، کافر ای رقم جور شو بکنیم که در نظرشون کافر سبحان الله اینقدر که از کافر بترسن که از الله نترسن. نه، ای رقم شو بکنید که کافر مانند یک پشه حساب بکنن، هیچ نترسن از کافری بدبخت. کافر در همون روز باید کافر بگن، مرد از همون روز بگن که مرتد هستی. انشاءالله که وقتی که این چیز ما کردیم، الله سبحانه و تعالی ما را کامیاب میکنه باذن الله سبحانه و تعالی. بارک الله فیکم.